خودم رفع زحمت. بله باید برو. سلام بچه‌ها، خوش اومدیم با بازی رزیدنت اویل 4 ریمیک که من عاشق این سری بازی رزیدنت اویل توی کل نسخه هاشم. بهتون پیشنهاد می‌کنم اگه بازیش نکردید حتما اجراش کنید. اونایی که بازیش کردن پس دست خوش. پس من زیاد وقتتون رو معطل نمی‌کنم، بریم سراغ شروع بازی. حالا شیطان پرسته ایلومیناتیه واقعا چیزای ترسناک و وحشتناک، حالا عقاید وحشتناکی داره. اینقدر افراطی عاشق شیطانه. کپکام 30 سپتامبر سال 1998. بهترین دوبله وجود نداره که هیچ وقت فراموشش نمی‌کنم. پلیس درون من توی اون روز مرد و اون شب راکون سیتی نابود شد به لطف سلاح‌های بیولوژیکی که آمبرلا ساخته بود. هر جور که بود من زنده موندم، ولی خیلیای دیگه خوش شانس نبودن. بعدن از من خواسته شد تا به یه برنامه فوق سری دولتی ملحق بشم. البته که انتخابی هم نداشتم. تمرینات و مأموریت‌های طاقت فرسا تا دم مرگ منو بردن، ولی حداقل ذهنمو از همه چی دور کردم. اگه فقط بتونم اتفاقی که اون شب افتاد و فراموش کنم، اون دردو، حتی برای 1 ثانیه، این دفعه میتونه فرق بکنه. باید فرق کنه. داشتر گیمی رو به نظر لیانو گیم دوبله با افتخار تقدیم می‌کنند. مرسی گیم دوبله. خب بگو ببینم یانکی، چرا به این مکان وحشتناک اومدی؟ تا حالا جایی مثل اینجا ندیدم. نویسش حالا بیا فرض کنیم طبیعی دیگه، شما دنبال یه نفرم. خاموش نکنید. اون یه نفر باید خیلی مهم باشه. بزرگی خودتون دیگه ببخشید. رئیس خود شخصا دستور داد. اون گفت کمکت کنم. مطمئنم شما هم فقط برای اینکه یه دونه مارشملو درست کنین این همه راه نمی‌رین. شاید هم اومدی. شاید. تو خیلی شوخ طبعی. میخوام یه راز کوچیکو بهت بگم، فقط بین خودمونه. افراد زیادی اینجا گم شدن الان. خیلی وقته که این اتفاق میافته. خب پس باید یه روز دیگه هم سر کارت باشی، درسته؟ منظورم اینه که هفته قبل دنبال چند تا کوهنورد گم شده میگشتم. مطمئنم که تمام تلاشتو میکنی تا گم کنی. فکر کنم رسیدیم. باید برم دستشویی باشه؟ الان برمیگردم. میخوام من درخت‌ها رو آب بدم دیگه. دستشویی چیه؟ چقدر سرده. ببینم نوشیدنی زیاد خوردی؟ سیگار میکشی؟ اینجا خیلی تاریک و مه‌آلوده. هی، کسی اونجاست؟ چه با دقت کارش انجام میده. عاشق شده؟ شاید بهتره بری و یه نگاهی بندازی. برو لیان.
من حواسم به ماشین هست که یه وقت نیان جریممون کنن. اینم از کمک کردنت. خیلی خوب، برو که بریم قسمت 1. ببین چرا انقدر طول داده. چقدر میتونه دور شده باشه؟ واو چه گوزنه. کشتنش اینجا هم زودش که این میمیره. خواهر مادر. اوکی باره که بریم. خواهد یه بلند بردم خیلی خونه خودتون هیچکی متوجه نشد. یواش کسی خونه است؟ خب چیه؟ قضاوت نزدیک است. طلسم طلسمه اینجا چیزی نداره. برو بیرون. او کلید. خب یه خبری هست. یا خدا چشماش رو قرمزه. ببخشید که همینجوری سر زدم. وقتی بازی ترس میکنم مثل سگ میترسم. من دنبال یه افسر پلیس میگردم. این طرفا ندیدی؟ توی هم با گاف که صحبت نمیکنه. کارشناسیش رو خونیه. پشت سر بگردم بیام با یک ضربه بزرگ گردنش شکست. ریدم پدر سگ. کلید خودش کارچی. این اصلا خوب نیست. چه بوی گندی. گوه میخوره چی میخوره؟ چه حیوان دل دیدش خور کرد. همون کارشناسیشه. نیروی پلیس ملی ماریو فرناندز کاستانو مأمور پلیس. ایرونی چیزی بود؟ نه رویز چیزی نبود. برو کلید در پیدا کرد. برو. آره امام حسین 10 تا تیر همش شوخی میکنی؟ یا خود اینجا تله قصری چیه؟ حیوانه؟ چیه؟ یا قرآن یا خدا صدا بیسی میاد. اوه هی درست مرده. موقعیت اضطراری نیروی کمکی میخوام. صدا تو دارم. من توی موقعیت کجاست؟ شلوارش تو این خراب شده چه خبره؟ آماده کردن سلاح کلید راست آماده کردن و شلیک کلید چپ. اون چی بود؟ صدا چیه؟
امکان نداره. اوضاع داره بدتر میشه. خدا پنج گله بیشتر ندارم. با علی یواشک برو توی یواشک. چی داره؟ یا سبز. برو فقط برو دیگه. در ببند در ببند. قفلشو بنداز. نقشو چند تا عکس با شمعای روشن شبیه اشلیه. لونه کرکس یک صحبت میکنه. هانگن بگوشم گزارش بده. دختر رئیس جمهور عقاب کوچک احتمالاً توی این روستاست. پس اطلاعاتمون درست بود. آفرین. به موقعیت یه مکان توی نزدیکی دریاچه نیاز دارم. شاید اونو اونجا برده باشن. دریافت شد. ببینم چی میتونم پیدا کنم. ببین عجله کن. یه بلای سر مردم اینجا اومده. مردم اینجا اینا محافظه کلا مردم نیستن. اومدن. باید برم. بعدا صحبت. Whoa, calm down, Jamal. Don't pull out the 9. چل 2 نفرن. حرومزادا که 3 نفرن. خودم رفع زحمت. بله باید برو. برام صاف یا نمیای؟ درک نیای. بای بای. برو لیام برو که الان بی پدرم میاد. هم 5 گوله بیشتر نداری. به سمت دریاچه برو. نقشه بروز شد. خیلی ممنون. ما دیگه شما رو نمیبینیم. ای کلاک برم صاف. اوه اف اوه 12 محمد. سلاح کلت کمری. خیشاب عوض کنیم. حالا بنداخیم. اوه بطر بارود. تانکیو و سیف. باشه انبار چی داره؟ اوه دو تا سلاح. مرسی زرد. اوه اعمال به چپ، اعمال به مرکز. اوکی مرکز ذخیره بازی. چون من قبلا بازیش کردم حالا یه چیزاش میدونم. شاید بعدش حالا از یادم رفته و از این مرحله‌اشو سیو میکنم دیگه. حالا سیو هم هستش و اولی سیو میکنم. تبریز سلاح. اوه این 19 تایی بود. یا خدا صدای بی ناموسا میاد. گرگم رام میکرد. گرگم کلم گرگ توی چکان اوه یه 8 تایی گلوله. مرسی خیز شو نه بگه چه تخمی داری. اوه یک جعبه گوله زیاد دارم. هر دوی میخوایم بکنیم به پزوتا. سکه 150 پزوتا. مرسی یا بیناموس یک گوله یه دوراچ هج 10 تا مرسی. 10 تا امراد 500 تا پزوتا. مرسی اوه این چی بود دیگه؟ حرومزادا لعنتی.
کجا پیدا شده حرومزاده؟ گل قرمز چیه؟ منچکی کور کننده تشکر دوتا دیگه مهمات تشکر اول اینجا یک اوکی بکنیم نه همه چی اوکیه این رو سی اوکی برو آقا برو باز کنیم در رو چی بود افتاد؟ چه شد؟ یه راه برگشت نیست چه غلطی میکنی اینجا دیدبانی این مأموره بیناموس خدای من چیز اسب جمونگ این با این ترکیب نمیشه نه ولی میتونه استفادهش ولی نه فعلا نیاز نیست Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¡Agarradlo! بریم شروع کنیم لیان برو بیا که بنا بیدی حرومزاده کجا میای یک تیر تو پا فقط تیر تو پا بزن زمین گیر شه شاندی لیان اسکنت رفتاق بعدی بیا بوم من رو حالت خاصی باشم بچه که من راحت بشم بی ناموس نزن چی؟ در خب برام باز چه؟ های حرومزاده برزوم هست حرومزاده یک کله آدم نیستی بیا بابه سوی مرگ چیزه هست ببین نامون خبر میزنی؟ بیا امام حسین شوخی میکنی؟ شوخیت گرفته
ها؟ یه دیگه La campana. صدای زنگ اومد و کجا میرن؟ جا آیستا دیگه داشت خوش میگذشت آسکال گودبای برید کجا میرید حالا؟ نمورس مرگ مرگ واه بولم ندارن کجا میرن؟ چی زر میزنی زیر لب؟ وحشتناک شاخی فیس کجا این کلیسایه؟ کلیسا میرن کلیسا خدافظ خب مثل اینکه گورشونو گم کردن و رفتن داخل کلیسا و در رو بستن یعنی چند تاشون سرویس کردیم و موندیم اینجا تک و تنها همه کجا رفتن؟ بینگو بازی؟ Resident Evil 4 Remake Resident Evil از لیونه به کرکس 1 من یه راهی به سمت دریاچه پیدا کردم دنبال یه آسیاب بادی بزرگ بگرد اون طرفش یه راهی هست آسیاب بادی دریافت شد و مراقب باش تمام خود بارود اینه که حالا کشتم تخمار به این درست که املت بزنیم بخوریم اینا که پیدا کنم بردارم گنج اوکی اینا رو برداریم فعلا بعد حالا هر غلطی باشه دیگه انجام میدیم یکی از مثل اینجا بکشم یه چیزی نبود یا نهید مزینا شپلا گل گل بزن این مردم روانی هن مریضن راست میگی اینا مریضن هرزادا مریضن یکی دیگه منابع کوچک چیزی اینجا نبود من یادم یه قرمساق این داخله در ما اینو قشنگ یادم این دیوز اینجاست کلید اون کشورم که نداریم که هیچی نیست و بپر بیرون الله صد بارک الله برتو اشکن اول اینجا رو پاکسازی کنم منابع پنابع رو برداریم و بعد میریم برای ادامه کار اون بر چک کنیم این بر های مرغ مرغی بپر داخل شپلا آره اینجا که دستی دیگه ندارید برادر اوه محمد مرسی مرسی از تو 5000 تا جمع کردم آجی ایوالله ایوالله اینجا چیزی نیست اینجا اینه که اینو گشت میاره این داره رفتیم این بالا این بالا این بالا چی داره اوهو خیلی خوب خیلی دوست از بینیم چی کار میکنه او لباس هاشو اینجا چیز نیست بازی میشه
مشترک مکان اولیه محمد سی چی شد؟ واو قدم باید بیلیو 870 نمیشه چون که اینجا مرتب نیست. من همیشه باید اینجا رو مرتبش کنم. لازم نیست تخمه مرغ رو بزنیم که گیم باشه. اینم از نیمرومون، اینم از این اینجا، اینم اینجا آقا، اینم اینجا که برو اینجا تا بیای اینجا که فعلا مرتب باش. حالا بعدا تو رو کامل درست کن تا هم بیای این آخر اوکی. عالیه خیلی عالیه. حالا اینجا که رسیده دار اشکن بپر شاید اینجا چی داره؟ خوابش این تو نمیری چیه؟ یاقوت سرخ خیلی عالیه. محمد اینجا چی نداره؟ چی نداره؟ آور بیرون برو به سر. اینه نگاش نکردم ممکن میشه نگاش باز نمیشه. اینجا هیچی نداره نه؟ برو بالا. یه ها قرمز ای بیشتر دیدم. اینه که نگاش کردم دیگاره چی نداشت. آره اینجا نگاه کردم. بریم دیگه فکر نکنم چیزی باشه که ببینمش. اینا یک میان برو بزنیم براش 7 عالیه. همون خلط باش باش. اینهاش چه عالیه پیدا کردیم. این زهر ما اینه اینجا. یک سیو چیزی هست بفرستم من برایا؟ فعلا نه. ذخیره کنیم هم سیو اول که اول مهمات شاتگان بسازیم. شما ما شاتگان نداریم. خیلی خوب چیزی دیگه هستش آیا؟ بهش میگیم نمیشه اصلا. خب خب تخم مرغ بریم برای املت. بریم با چاقو خفش کنیم. زهر ماره بریم بریم خوب ماریه. قفله. آقا من که مهمه زیاد دارم بس بریم برای جنگ. هی اوزگل پیری بیاین ببینم چند مرده علاج ملاجین. چه؟ خشاب دوباره پر. خشاب همیشه باید پر بشه. نه که همین الان اومدیم اینجا بیفایده است. اینجا اشتباه اومدم.
چی میگه؟ خاطر خدا میشه که چه میدونه یا بیه که دیگه تو من 2 تا شالا زدم. اوکی شاپلا واو چیه؟ پاسه شد اوه یا زرد باش میگم سرد. با این ترکیبش کنیم با این میتونه یکم جونمون رو اضافه کنه. آره باروت نگه داریم فعلا. مهمات هم که اوکیه. آقا بریم بالا. چیه؟ مهمات شدن 3 تا. مرسی اوه باید چیزی همه کارا رو باید خودم بکنم. نظرم اینو نمیتونم بذارم. داخلم اوه ناشنا چینه یه سوال میر نقشه بودیم. این مدال آبی یکی اینجاست، 2 تا اینجاست. یادم باشه که رفتم این مدال آبی. اوه واو نه لعنتی. No. Wait. Wait. سیکتیر باو. من شاتگان دارم قرآن خواب. کتفش درد گیره. سله سنگین گیره. حالا با کارت دارن میان. بمیر هدشات. بمیر بیشتر داره. بمیر گرمسم. یک کریستال آبی دادی. تشکر مرسی. چرخ دنده چوبی پیدا کردیم. چاقویش بسمنو. کششی داره. یاقوت. مرسی. باز نمیشه. اینجا چند چیزی من شکستم. آره نرده این بالا برد محمد. مرسی. شکر فراوان. راستی مدالای آبی. بریم سراغ مدالای آبی. اینجا نمیشه پرید. یه خونه خرکی نیست. آفرین. خب بریم سراغ مدالای آبی. خب یکی راست یکی چپ. اینجاست. یکی هم که اینجاست. دیگه حالا شد.
خیلی بارود گاو نر بود دیگه. از یه جایش من دیدم متوجه شدم نر این گاو. آره چیز نداره. بریم داخل این. بریم بالا. بریم بالا بچه ها. خب اینو بذاریم، اینو بکشیم و دروازه برامون باز شد. داره چیه؟ چی نداره؟ یک گرسته بوده یاد من منابع کوچک. مرسی مرسی. اوه صندوقچه یک جام. اوه آها دیگه نزدیک 10,000 تا پزدوتات دارم. فقط میخواستم خوب چه بکنم که میداشت نمیداد میگه حالا بده گیره سازه آمد. اوه چیه؟ ای دیگه چه ندارم. حیف شد. آخه چشم میخوره بچه هیچ نداره. چرا؟ بی هیچ که نیست. 200 پزوت از هیچی که بهتره. سلام و درود فراوان. من رسیدم به اینجا. واو بسیار سکت ترسناک بود. لیگو دریاچه. لیگ دریاچه اینجاست. نمیشه لیگ یه دار چشم چشم میخوره. برو سر نمیتونی. یواش یواش اومدی یه جایی روسته رخت شده بود. ترسنی همه با مردم کسخور. بس آروم یواش. چی میکنم اینجا؟ میر دوری بی خیال بابا. از این یکی دیگه تلفن نمیشه. تله مله نباشه بزنی باز بکاش بریم. پدر سگ من کاشتی. ازش قد شده از سگ هرم. محمد بده بیاد. بده میکنی چی میگه؟ بس آدم چی میکنی؟ به استفراغ کنی میکنی؟ اوه چش دور بودی داشتی زیر دستی دارم میگو 400 تا پزید دارم. مرسی خب باش ای بیناموس بی خیال.
لیان یه باش کشنه باید بری چیز بزنیم و بدن که حالا خوب کنی اینو بزنیم که دا جون من اضافه مهمتم به تکشید هرم زاده ناموز کجاست از بومبو میزد کنه تو پاره میده پیدات کنم کنت پاره است که آه میکنه میزنه کجاست ای خله هرم زاده اتی تو پاز میزنه که یک لگه در اومد کنه درست میزنه که خرکی یکی هرم شد دیگه الان میتونم من نازن از بیناموز سر ماری اینجاست پر تو بزوتا مرسی محمد شادگان مرسی شادگان دیگه هم نبر روزای سر خودم مرسی شادگان چی نداره درک بافله این تته 4 تختی گذاشته نمیشه خورد اینه که لاشیش کردیم و گنسا بعدی آمار زهر ما دینا کله تلواز کله گوش اوه جورا چشم بگیر برو بلا این بیدش بردیم 300 تا پکتا 200 اوه محمد دیگه محمد ها دیگه بچه داری جبران میشه آره نمازی فقط میخواستیم من عذاب اینجا چی نداره اینجا اینو آه لا صداهایی به گوش اینجا چی داره کلید اینو ندارم نردی شد اینجا گنج رو من پیدا نکردم همینجاست 1 2 3 بزر دیگه دستی این واسه صدا کجا میدود کلید اینم ندارم اگه میدویدم این چی میدوید از بگاه اینجا اینو باز کن محمد چی محمد نداره آیا چه نگریش کن برامسا غرزن نمیدونه که صدای چیه؟ حال بده اینو کن با شاتگان بزن با دودی احمد باش What do you mean by that? Thank you. 1000 تا پزوتو مرسی و 200 دیگه مرسی همجوری با دلیل ادامه بدیم تا چی میشه بکن این تختار رو لیان بکن خب برو داخل بپر خب برو که بریم چیه یک چیزی هست میدونی درد داره مثل اینکه خیلی دوست داشتی حرف بزنی چقدر باهوشی سینیور خیلی خوب بگو ببینم سیگار داری؟ خودت میدونی سیگار میخوای پس میشه منو باز کنی؟
به خشکی شانسی قرونه. Wait a minute. Who are you? اندرتیکر فکر کنم این استایل اندرتیکر نمیره دافون رو نداره. اندرتیکر دلمیش هم نداشت. رنگ بیوشیشیه. ویروس بود. پایان این قسمت بچه‌ها، رسیدیم به پایان این قسمت. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی برده باشید. خیلی خوشحال بودم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. دوستتون دارم. پس حتما اگه دوست دارید منو حمایت کنید، چون به حمایت شما عشق من نیاز دارم، و لایک، کامنت و مخصوصا علل خصوص سابسکرایب فراموش نشه. اون زنگوله بالای پیج من توی یوتیوب رو بزنید و منو توی اینستاگرام دنبال کنید. ممنون از حمایت همه شما. تا ویدیوهای بعدی عاشقتونم. خدافظ و بدرود.